سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. به کانال مانی رفیق خوش اومدید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو امروز، دوست داشتم چند دقیقه باهاتون صحبت کنم. همونطور که میدونید تا الان 18 تا ویدیو داخل کانال گذاشتم، اما هیچ وقت توی ویدیوها صحبت نکرده بودم. تصمیم گرفتم از این ویدیو به بعد با صدای خودم کنار شما باشم تا ویدیوها جذاب‌تر و صمیمیت‌تر بشن. اگر تازه با کانال من آشنا شدی، باید بگم که اینجا قراره هر چیزی که مربوط به دنیای گیم باشه رو با هم تجربه کنیم. از رازها و استراک‌های GTA گرفته تا مکان‌های مخفی، ترفندها، باگ‌های جالب، مأموریت‌های خاص و هر چیزی که شاید خیلی از بازیکن‌ها ازش خبر نداشته باشند. فقط هم GTA نیست. قرار ویدیوهایی از Red Dead Redemption 2، Call of Duty، PUBG و هر بازی که وجود داره، هر بازی که بتونیم با هم گیم پلیش و هر چیزی رو بتونیم میذاریم. هدف منه که هر ویدیویی که داخل این کانال میبینید هم سرگرم کننده باشه، هم چیزی جدیدی بهتون یاد بده و هم ارزش وقت گذاشتن داشته باشه. اگر به دنیای بازی‌ها علاقه دارید و دوست دارید همیشه ویدیوهای جدید و با کیفیت ببینید، حتما کانال مانی رفیق رو سابسکرایب کنید. زنگوله اعلان‌ها رو هم روشن کنید تا هیچ ویدیویی رو از دست ندید. خب دیگه بیشتر از این منتظرتون نمیذارم. بریم سراغ ویدیو امروز و یکی از عجیب‌ترین رازهای GTA. امروز میخوام یکی از عجیب‌ترین رازهای GTA رو بهتون نشون بدم. یک سفینه فضایی که زیر آب مخفی شده و خیلی از پلیرها حتی بعد از سالها بازی کردن هم پیداش نکردن. تا آخر ویدیو همراه من باشید چون هم محل دقیقش رو نشونتون میدم و هم چند تا نکته داره که باید بهتون بگم. مکان سفینه فضایی درست جاییه که من مارک کردم. من تا رسیدم به اونجا ویدیو رو کات میکنم. شما هم دقیقا مثل من عمل کنید تا سفینه رو پیدا کنید. خب دیگه کم کم رسیدیم. از اونجا دیگه باید شنا کنید به اونجا برید یا باید یه قایقی پیدا کنید و با قایق به اونجا برید که من با شنا کردن به اونجا رفتم و درست مثل من عمل کنید تا بتونید سفینه رو پیدا کنید. همونطور که میبینید هرچی پایینتر میریم کم کم یه جسم عجیب از بین تاریکی آب مشخص میشه. و این هم خودشه، یک سفینه فضایی که سالهاست کف خانه GTA افتاده. ظاهرش کاملا شبیه بشقاب پرنده‌های کلاسیکیه و روی بدنش گیاهای دریایی رشد کردن. انگار مدت خیلی زیادیه که اینجا سقوط کرده. نکته جالب اینه که برای دیدن این سفینه لازم نیست بازی را 100% کامل کرده باشید. برخلاف بعضی از یوفوهای بازی که فقط بعد از 100% شدن داستان اسپان میشن، این اصلا لازم نیست که بازی را 100% کامل کرده باشید. من خودم هم با سیو 100% رفتم، هم با سیو 4.5% و هر دوتاش سفینه ظاهر شد. به نظر شما این سفینه چطور سر از کف اقیانوس در آورده؟ آیا راکستار فقط یه استراک گذاشته یا پشت این سفینه داستان مخفی وجود داره؟ نظرتون رو حتما توی کامنت ها بنویسید. اگر از این مدل رازهای GTA خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال رو ساب کنید چون قرار رازهای بیشتری از GTA و بازی‌های دیگه رو با هم کشف کنید. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودید. فعلا خداحافظ.